اهانت آخوند قزوینی به خواهران بزرگوار بلوچ. من نمیدانم تا چه اندازه صحت دارد یا ندارد که انشالله این اخبار دروغ باشه که در بعضی از خبرها آمد که بعضی از دختران از ایران، از استان سیستان و بلوچستان به عنوان جهاد نکاح رفتن و خیلی از عزیزان ما از این عمل براءت جستند و گفتن مایه شرمندگی است برای ما که بعضی از دختران از ایران، از استان سیستان و بلوچستان به عنوان جهاد نکاح رفتن و خیلی از عزیزان ما از این عمل براءت جستند و گفتن مایه شرمندگی است برای ما. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. همانا کسانی که زنان پاک دامن و بیخبر و مؤمن را به زنا متهم می سازند در دنیا و آخرت لعنت شده‌اند و عذابی بزرگ خواهند داشت.